نمیصرف. دوست سلام. چند متر؟ 80 متر. دوست متر چند میزنی برام اینجا رو؟ 500. 500 چه خبره؟ سبلان 150 زدی برام. سبلان سیگار پاکت چنده؟ 40 تومن. میابرن چنده؟ 80 تومن. بس ببندن سودم. کنسل 550. چرا استاد؟ سنگ‌کار ریده. استاد اون سنگ باید گچ شما رنگ بزنی. گچ‌کارم ریده. میخوایم بالا با قرمزی اچ بنویسم؟ چرا؟ جای هلیکوپتریه دیگه. استاد اونجا هلیکوپتر جا نمیشه. من آقامیتیمون دلمو نشکم بذار بکش. استاد هیچ کشیدی؟ والا شبیه کیش و اشکال نداره، کفتر میاد میشینه میگیرید دیگه. حاج تیم مخلصم. ساختمونم پروژه بعدیم دهنم چرا باز؟ گچ‌کارش ریده. بابا اون هنوز محله اسکلته که. بابا محله اسکلت گچ نمیخواد. نه گچ‌کارشو میشناسم میرین. استاد چیکار میکنی؟ میخوای سقفو برات کهکشانی بزنم خوابیدی فکر کنی تو روی زوریس خوابیدی؟ میخوای دیواراشو وسط قرمز کنم یه رد روم ترتمیز در بیارم؟ جا اتاق آسانسوره. خوبه دیگه، سر صدا هم داره، صدا پایین نمیره آقات بفهم بزنن. استاد ببخشید شغلتون چیه؟ نقاشم. وای چه آدم هنرمندی. پشمک نقاش ساختمون همه کنار بابا. نمیصرفه. مردی که پف. چی شده اسمتی؟ سنگکاره همه جارم سنگ کرده واسه ما جا نذاشته که. استاد چیکار میکنی؟ جونه داداش تو سخترم بعد 2 سال زنگ زده خونه‌شو خالی شده. بابا یه هفته از کار خوابوندی. یه دم بندازم برم من جون بچه‌م فردا میام کارو در میارم. مگه بچه داری؟ ها؟ بابا بچه داری مگه تو؟ والله. استاد 500 تایی کردیم فاکتور 800 دادی به من. تو قرارداد ذکر شده بود بیای زر کنی این کار مغز منو بخوری؟ نه. پس بابا بتون دهن تو گل نگرفتم سری چه باکو. نظرت دستگاه اسپرسو بگیرم جا قهوه رنگامونم که عایق میریزم عایق اسپرسو میمالم در دیوار خونه همچین کافئین خونه بکشه بالا.